پادشاه بیمار، از زندگی تا عادات عجیبش. ماجرای زندگی این شاه داستانی از تناقض هاست. شاهی که به ساده لوحی و طرزهای بی پایان شهرت داشت، اما فرمان مشروطیت را امضا و نقطه عطفی در تاریخ ما ایجاد کرد. این مستند شما را به دنیای پنجمین پادشاه قاجار میبره. پس تا انتهای این مستند همراه ما باشیم. مظفرالدین میرزا پسر ناصرالدین شاه، پنجمین پادشاه دودمان قاجار، در سال 1853 دیده به جهان گشود. مادرش شکوه السلطنه شاهزاده خانم قجر بود. اون از کودکی دارای جسمی ضعیف و بیمار بود و به همین علت چنان که باید مورد توجه و جانشین مورد پسند پدرش ناصرالدین شاه نبود. ولی روشن شدن وضعیت تعیین ولیعهد شاه را در محظوریت قرار داده بود. به همین مناسبت در 1862 میلادی، در حالی که تنها 9 سال از عمر مظفرالدین میگذشت، چون از مادری قجری زاده شده بود، به عنوان ولیعهد برگزیده شد و به همراه تعدادی از درباریان و پیشکاران به آذربایجان فرستاده شد. مظفرالدین میرزا تقریباً 2/3 عمر خودش را در ولایت اهدی و در آرزوی دستیابی به پادشاهی سپری کرد. میگن وقتی پدرش ناصرالدین شاه در راه یکی از سفرهای خود به فرنگ وارد تبریز شد و احوال فرزند و ولیعهد خودش مظفرالدین میرزا را پرسید، ولیعهد با ناراحتی جواب داد: قربان، پیر شدم. شاه نگاهی غضبناک به اون کرد و در حالی که دور میشد زیر لب گفت: قرمساق. به راستی که مظفرالدین شاه پیر شده بود و حتی قید رسیدن به پادشاهی را زده بود و وصیت‌نامه‌اش را در زمان حیات پدرش نوشته بود. اما شلیک تپانچه میرزا رضای کرمانی سرنوشت اون را عوض کرد و به انتظارش پایان داد. مظفرالدین میرزا در سن 44 سالگی بود که به سلطنت ایران رسید. اون چه از لحاظ جسمانی و روحی چه از نظر فکری از ضعیفترین پادشاهان همه تاریخ ایران بود. شاید همین ضعف اون باعث شد که مثبت‌ترین کار دوران قاجار، یعنی اعلام مشروطیت ایران و تدوین قانون اساسی را با همه ضد و نقیض‌ها و نیمبندی‌های اون در زمان اون انجام بگیره. به نظر نگارنده جامع‌ترین توصیف از روحیات این پادشاه و خصایص اخلاقی اونا میشه تو کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی یافت. این پادشاه بیش از حد ساده لوح و دمدمی مزاج و مسخره پسند و بدخلوت و با شرم حضور بود. خلوتیان پادشاه گویا همگی از پس فطرتان و پس نژادان و بی تربیتان و بد اخلاقان انتخاب شده بودند. پادشاه شخصا هیچ علمی نداشت و از اطلاعات سیاسی تاریخی که لازمه جهانداری بود بی بهره بود. تو زمان پادشاهی اون، هیرمند در تصفیه سرحدی سیستان و افغانستان از ایران قطع شد. عثمانی به دعوای سرحدی به خاک ایران تجاوز نمود. بحرین علنا زیر بار انگلیس رفت. چند بندر و جزیره در خلیج فارس و بخشی از بلوچستان از ایران جدا شدند. امتیازات بسیار مضر به خارجه داده شد، از جمله تجدید امتیاز راه آهن به روسیه، امتیاز بانک به آلمان، امتیاز حفاریات در شوش و حمل کلیه آثار عتیقه ایران به فرانسه، امتیاز استخراج معادن نفت قصر به انگلیس و حتی اگر همه اینها را چشم پوشی کنیم، قبول شرایط استقراض از روسیه که پنجه روسی را در اعماق جسم ایران جای داد برای اضمحلال این سلطنت کافی بود. سر آرتور هاردینگ، وزیر مختار انگلیس تو زمان مظفرالدین شاه، در کتاب خاطرات سیاسی خودش اونا اینطوری توصیف میکنه: مظفرالدین شاه از لحاظ فکری کودکی سالخورده‌ای بیش نیست و از لحاظ جسمانی چون نی شکسته نحیف و ناتوان. شاه همچون پدرش به سفرهای اروپایی علاقه ناگفتنی داشت و بعد از رسیدن به قدرت با دریافت وام‌های هولناک از روس‌ها 3 سفر به اروپا رفت.
با این همه شاهکار امتیاز بخشی از دوران مظفرالدین شاه، واگذاری امتیاز استخراج و لوله کشی نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی همجوار روسیه برای مدت 60 سال به دارسی، روزنامه‌نگار استرالیایی تبعه دولت انگلستان، تو سال 1902 میلادی بود. میشه گفت که از هنگام امضای این قرارداد دفتر سرنوشت ایران ورق خورد و دورانی تازه در آن آغاز شد که تقریباً همه بحران‌ها و دگرگونی‌ها و انقلاب‌ها و فراز و نشیب‌های 100 ساله گذشته کشور ما به صورتی مستقیم یا غیر مستقیم به اون مرتبط شده بود. اما همونطور که گفتیم، واقعی استثنایی پادشاهی مظفرالدین شاه انقلاب مشروطیت ایرانه که پس از کشمکش‌های 2 ساله به صدور فرمان مشروطیت توسط اون در 14 مرداد 1285 منجر شد. در حالی که مردم در بیرون دربار به جشن و پایکوبی به خاطر امضای قانون اساسی مشغول بودند، مظفرالدین شاه به استقبال مرگ میرفت. سرانجام روز 12 دی ماه 3 ژانویه 1907 میلادی قلبش از حرکت ایستاد و جان باخت. هنگام مرگ 55 ساله بود و 11 سال پادشاهی کرد. پیکر او را به امانت در تکیه دولت گذاشتند تا پس از تحلیل بافت بدن استخوان‌هاش را به کربلا ببرند. این امر در دوران پادشاهی نوه‌اش احمدشاه قاجار محقق شد. ممنون که تا انتهای این مستند همراه ما بودید. ممنون میشم نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد مظفرالدین شاه با ما به اشتراک بگذارید. لایک و سابسکرایب کانال ما فراموشتون نشه.